درود بر همه عزیزان. نصب سیستم عامل فدورا، یعنی نسخه فدورا از سیستم عامل لینوکس رو میخوام توضیح بدم. یه ابزاری که برای برنامه نویسی راه دسته و خیلی راحت میتونید باش برنامه نویسی حرفه‌ای یاد بگیرید. اگه دنبال برنامه نویسی حرفه‌ای هستید معمولا از لینوکس استفاده میکنن، چون خیلی سبکه، خیلی نصب دیپندنسی ها توش راحته، دسترسی ها همه چی دست خودتونه، انواع فایل ها رو میتونید کانفیگ کنید، دست بزنید و اینا. من الان اینجا یه دونه فدورا رو بوت کردم، زدم اومده بالا. کلیک میکنی رو اون اینستالیشنش، اینستال تو هارد درایو نوشته اون بالای خورده، رزولوشنش تخیلیه که به بزرگی خودتون ببخشید. اینجا زبان سیستم انتخاب میکنی، همون رو انگلیسیه، من زدم انگلیسی. اینستالیشن دستینیشن میخواد اونجا، اینجا باید این هارد رو انتخاب کنید. حالا من 8 گیگ فضا دادم بهش، کلا 8 گیگ هم اینجا انتخاب کرده خودشو. گزینه داون رو میزنید و میگه جای خالی ندارم، اینجا پاک میکنی، یه بار دیگه میزن. اونجا الان انتخاب شد. یه دونه روت پسورد داره که اینجا یه پسوردی که برای دسترسی روت میخواد. حالا من 1 میذارم، لاک روت اکانت هم میزنم، SSH هم میزنم. فعلا نمیخواد اینا رو بدونید. اولیه که برای لاک بودنش، دومی هم برای دسترسی SSH. تایم اند دیت رو میزنی و ایران رو انتخاب میکنی، مثلا اینو میزنی و یه دونه یوزر کرییت هم داره، میخواد اسم اون یوزری که میخواد باش بیاد بالا دیگه، میزنی یوزر 1 مثلا، همون یوزر تیک ادمینش هم میزنی و پسورد هم 1 2 3 بذارید، کیوریک اینم میزنی. اینا معمولا 2 میخواد، اگه پسوردات خیلی امنیتی نباشه اون پایین میگه مطمئنی، بعد یه بار دیگه میگه آره مطمئن. حالا بگین اینستالیشن رو میزنی، شروع میکنه به نصب. سیستم عاملتون که نصب شد، بعدا QT بهتون